درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 29 ینور. دادگاه ولایت سوخت 7 عضو یک خانواده را برای غارتگری و قتل بیرحمانه 5 عضو یک عائله دیگر به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادگاه خانواده رحمتوف ساکنان شهر خوجند و چکلف را به قتل اعضای 5 ساکن ناحیه باباجان غفوروف گناهکار دانست و آنها را از 7 تا به 30 ساله زندان محکوم نمود. افراد محکوم شده ماه ایون سال 2013 احمد خوجا بابایف و حیات خان همسر او و 3 فرزند خردسالشان را بیرحمانه کشتند. رخشانه 12 سال را اثرش پرونده سهراب 8 ساله را به هلاکت رسانده. سپس سنجربک 5 ساله را به حمامخانه درآورده. سپس جسدهای آنها را به بالای جسد والدینشان یعنی بابایف احمد خوجا و حیات خان گذاشته آتش زده به هلاکت رسانده که این دهشت‌آور. خویشاوندان خانواده کشته شدگان میگویند حکم دادگاه هم پیوندانشان را دیگر بر نمیگرداند. حق اینو کشتن. اکنون چیز میگه مکن. مفتشان میگویند اعضای خانواده رحمتوف ها مدت طولانی به غارتگری مشغول بودند و در عموم 7 نفر را کشتند و 1,600,000 سامانی تاجران و صاحبکاران را دزدیدند. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آنکه قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت پایین آمده است، اما عامل‌های دیگر اقتصادی نمیگذارند قیمت مواد سوخت از جمله بنزین در تاجیکستان کاهش یابد. نمایندگان آژانس ضد مونوپولی و یا ضد انحصاری تاجیکستان روز 29 ینور در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند به قرب شدن پول ملی یک سبب بی تغییر ماندن قیمت بنزین در بازارهای تاجیکستان است. در مجموع ارزش گمرکی همین یک تونه بنزین نوی 92 با 478 دلار برابر است. باز در صنعت گمرکی خراجات های بر اسم ضروری گمرکی اکسیز هست. تاجیکستان بیشتر از 1 میلیون تن مواد سوخت نفتی به خصوص بنزین را از روسیه وارد می‌کند که این کشور یکی از بزرگترین فروشنده های نفت در جهان است. قیمت یک بشکه نفت در بازارهای جهانی عین زمان از 40 دلار هم کمتر است. تلویزیون دولتی ایران با نمایش پرواز یک هواپیمای بدون سرنشین گفت این هواپیما در دایره تمرین‌های جنگی بحری بر فراز ناو یا کشتی جنگی امریکا پرواز کردند و از آن عکس برداری کردند. در این گزارش جزئیات زیاده داده نشد و سپاه پنجم بحری امریکا که خلیج فارس را از بحرین نظارت می‌کند در این باره تاکنون واکنش رسمی نشان نداده است. ناو جنگی و هواپیمابر هری ترومن در خلیج فارس در عملیات‌های جنگی به ضد گروه دولت اسلامی کمک می‌کند. ایران اول همین هفته آزمایش‌های بحری در قلمروهای وسیع گلوگاه هرمز، خلیج عمان و اقیانوس هند را شروع کرد. دادگاه در شهر دوشنبه زمان بازداشت بزرگمهر یاروف یک وکیل دفاع تاجیک را تا زمان انجام تحقیق پرونده جنایی او برای 2 ماه دیگر تمدید کرده است. در این باره روز 29 ینور در دفتر مطبوعات دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی به رادیو آزادی خبر دادند. خویشاوندان بزرگمهر یاروف گفتند در واقع حکم تمدید زمان بازداشت او روز پنجشنبه 28 ینور در حضورش خوانده شد و حال بزرگمهر خوب به نظر می رسید. وکیل دفاع تاجیک را که از حقوق اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی دفاع می کرد روز 28 سپتامبر با اتهام قلابی و ساختکاری سندها دستگیر کردند. خودش می گوید بیگناه است و پرونده او انگیزه های سیاسی دارد. نصیبه نعیم خانم و یک دختر تاجیک که در آزمون بین المللی زیبا صنم‌های دانشگاه‌های جهان مقام 7 را صاحب شد، میگوید با وجود پیروز نشدن از گرفتن این مقام بلند افتخار میکند. نصیبه در بین زیبا دختران 70 کشور در آزمون پاسداران صلح دانشگاه‌های جهان در چین به مقام 7 سزاوار شد. او روز 29 ینور به رادیو آزادی گفت در این آزمون سعی کرد فرهنگ مردم تاجیک را معرفی نماید. من خیلی شادم که در این آزمون اشتراک و کشور خود را معرفی کردم. اکنون همه دخترانی که در آزمون اشتراک کردند درباره تاجیکستان و فرهنگ ما خبر دارند. من صدقاً شادم، خیلی شادم.
نصیبه نعیم خانوه زاده ناحیه ایشکاشیم است و این زمان در قرقیزستان تحصیل میکند و گزارش کامل با ویدیوهای بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.